هفته خبر تو خبر داره براتون از ولی فقیه هراسونی که اول رئیس خبرگانش رو فرستاد وسط تا جواب شیخ فری رو بده و بگه از هر چی بگذره از جنگ انتخابات و چماق شورای نگهبان نمیگذره. هیچ تعارفم با هیچ کس نداریم. انتخابات وزارت کشور مجری انتخابات، شورای نگهبان هم ناظر انتخاباته. نظارت شورای نگهبان هم نظارت استثبابیه، نه نظارت تماشایی. از اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همینجور بوده و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نامنویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه. بعدم که عظما دید از سمت کوسه اینا صدایی در نمیاد، خودش اومد تو میدون تا بگه هر زهری هم بخوره از سنگر شورای نگهبان عقب نمیشینه. گاهی به شورای نگهبان ایراد میگیرن. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات میشود، نامزد انتخابات میشود، آیا صلاحیت دارد یا نه. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت نداره از وارد شده، جلوشو میگیرن. تا اینجا به نظر میرسه که تلاش باند کوسه در بالا رفتن از کرسی هژمونی انتخابات پیش رو ناکام مونده. تو روزایی که زهر از لب و لوچه عظما همینجوری داره میچکه، بسیجیای منگ و سرگردون به دست و پا افتادن تا با سیلی رزمایش صورت خودشون و ولی فقیهشون رو سرخ نگه دارن. با این رزمایش بزرگ امروز به آمریکا پیام میدیم که اگه گزینه نظامی رو روی میز میذاره، امروز ما یه ذره، یه گوشه کوچیکی هست گزینه هامون رو آوردیم که فقط ببینه که چه خبره. بله، حالا این گزینه های خطرناک بسیجیا که تو این مانور رو شدن چیه؟ هیچی، شلنگ تخت انداختن با موتور یا همون موتور بازی. دیروز کار خودش را آغاز کرده بود، نمایش اقتدار نیروهای بسیجی برای دفاع از امنیت و پایداری امنیت در کشورمون هست که اگه گزینه خطرناک تر میخواید این یکی رو ملاحظه کنید: عبور تکچرخ از پل چوبی. از اقتدار موتوری نظام که بگذریم، میرسیم به اقتدار راداری نظام که نه بلوف توشه نه آب، رئاله. این رادارها تکنولوژیشون و فناوریشون کاملا بومی هست. به هیچ عنوان هیچ گلوگاهی در این رادارها ما نداریم، ضمن اینکه حتی نمونه ای از این رادارها در کشورهای منطقه‌ای و در جهان هنوز گزارش نشده. این فیگورا دیگه خیلی تکراری شده، تا جایی که ما یادمونه آخرین هارت و پورت نظام سر کشتی نجات برای یمن بود که ادعا میکردن اجازه نمیدیم کسی بازرسیش کنه و یه راست میریم عدن پهلو میگیریم، ولی بعد معلوم شد که پشت پرده سوتک بازاری بیش نبوده. You saw a convoy coming down out of Iran heading towards Yemen. I was on the phone in an instant to my counterpart and made it very, very clear that this could be a major confrontation. We were not going to tolerate it. And he called me back, indeed, within a short span of time and said they will not land, they're not going to unload anything, they're not going to go out of international waters, and then they went home. خلاصه از روی همین نمونه میشه سرنوشت بلوف راداری نظام رو هم حدس زد. هرچی تب زهرخوری تو نظام بالاتر میره، ترس جماعت دلواپس از شل شدن پیچ‌های ولایت بیشتر میشه. حالا دیگه کار از ریزش بسیجی‌ها گذشته، به مسئولان نظام رسیده. نمیخوام بگم بعضی ها محبوبشون غربه، ولی بعضی از متاسفانه حتی شاید بعضی از مسئولین ما که امروز وظیفه دارن یه جاهای مرعوب غرب بشن.
این رعبی که میفته حضرت آقا تذکر میدن، میفرمان دشمنی دشمن رو هنوز جدی بگیرید، مرعوب نشید. این که به نظام بعد از این زهرخوری چی رسیده یکی از بزرگترین ابهامات بسیجی هست، طوری که رئیسشون نتیجه بازی برجام رو عوض کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته اگر آمریکا تحریم‌های ایران را لغو نکند نتیجه مذاکرات 3-0 به نفع دشمن است. رئیس جمهور قبلا گفته بود 3-2 بازی را برده ایم. و حالا یک شیوه رایج دزدای حکومتی برای فرار از پاسخگویی به مردم. قبلا میگفتن که چرا قیمت پایین نمیاد خودرو، نه میگفتن ما تحریمیم قطعاتش گرونه، دلار بالاست فلان. امروز میگن تحریم برداشته شده چرا قیمت نمیاد پایین، میگن خب اصلا قطعات ما همه ایرانیه. در واکنش به پایین نیومدن قیمت خودروها یک عده کمپین نخریدن خودروی داخلی را انداختن که وزیر صنعت شیخ فری رو به سود زدن واداشت. بی خودی دیروز یکی میگفت کمپین نخریدن کالای داخلی، یکی گناهه. عده‌ای هم به حق یا ناحق یه فضایی رو ایجاد کردن که آقا ماشین نخرید ارزون میشه. آقا کی گفته اینو؟ اگه تو کلت یه چیزی برای فکر کردن داشتی میدونستی که خودت هم 10 سال پیش که وزیر نبودی همین حرف رو گفته بودی. ما در کشورهای خارج که یک کالایی رو مثلا 2% 3% گرون میکنن، مردم مقاومت میکنن تا مدتی اون کالا رو نمیخرن تا اینکه قیمت افت میکنه. این نوع مسائل باز در کشور ما متاسفانه کمتر دیده میشه. اون موقع فکر میکرد این حرف شوخیه، اما حالا که نوبت خودش شده موضوع جدی شده. این دفعه به جای حاجی خاطره این بزبز قندی نظام به صحنه اومد تا با رو کردن یه خاطره از امامش همه مجامع حقوق بشری رو انگشت به دهان بذاره. که ما تو جنگ او شیمیایی میزد، از این ور میگفتن بزن، امام میگفت نه. اون موشک میزد سالها، امام آخرش هی میگفت نه، آخرش که گفتن گفت فقط به یک شرط، تو شهرها نخوره، تو منطقه نظامی بخوره، اعلام کنید که ما میخوایم اونجا موشک بزنیم که یه وقت شخص کسی بیگناهی اونجا نباشه، در حدی که جلوی موشکاشون رو بگیرن. آره، یکی امام تو دنبال حفاظت از بیگناهان بود، یکی هم هیتلر. آخه بزبز قندی اگه میگفتی تو بچگی با امام تو طویله خر پلیس بازی میکردین باورپذیرتر بود. لااقل فیلمش که هست. اینم یه تجربه عجیب و غریب از زبون آخوندی که سالها پا منقلی عظما بوده و به همه چیز حتی غذا خوردن هم یک نگاه منقلی داره. ببینید این معده وقتی که شما داری غذا میخوری مثل یه منقلیه که حبه‌های زغال درش روشنن، دارن ایجاد انرژی میکنن، گرما میکنن. حالا شما یه لیوان آب بریز روش، چه شود دیگه؟ دود میکنه دیگه. اون دود چشم اذیت میکنه. اینا که متخصص تغذیه هستن میگن ببین این معده مثل همون منقل است، این لقمه ها مثل همون حبه های گداخته است، با یه حرارتی داره سوخت و ساز میشه تا یک انرژی در شما تولید کنه. بعد چون یه لیوان آب وسطش مینوشی، این مثل همون لیوان آبیه که رو اون حبه های زغال تو منقل میریزه، اونجا دود میکنه، اینجا یه گازهایی از خودش متساعد میکنه. شما یه زمانی بود که آخوندا میگفتن ماهواره پای دشمنای نظام رو به خونه باز میکنه. حالا تو دوره پسا زهرخوری دیگه کار از این حرفا گذشته. هر کی ماهواره نصب کنه اتومات میشه دشمن نظام. اونایی که عاقلن، اونایی که به فکر سعادت خودشون و بچه‌های خودشون هستن، نکند ما بی اراده و بی اختیار بدون این که بدانیم با نصب کردن این ماهواره ها، با رفتن سراغ بعضی از سایت ها عامل دشمن بشویم، عمله دشمن بشویم.
یعنی سبک زندگی ما و فرهنگ ما رو فرهنگ غربی بکنن که دیگه نیازی به اشغال نیست، نیازی ما خودمون اون وقت عامل غرب خواهیم شد. تو دوره پسازهرخوری دیگه فرقی بین جنگ نرم و جنگ سخت وجود نداره. حالا دیگه حتی ورزش ایروبیک هم با همه نرمیش 4 ستون نظام رو هم میلرزونه. راستش ما هم مثل خیلیای دیگه اولش باورمون نمیشد تا اینکه تصاویر ورزش همگانی اونم از نوع صبحگاهیش توی یکی از پارک‌های معروف پایتخت به دستمون رسید و حسابی غافلگیرمون کرد. بعد از اینکه این هموطن شمالی یک کنسرت تک نفره اینترنتی برگزار کرد و کلی مورد استقبال قرار گرفت، حالا کنسرت شماره 2 خودش رو بیرون داده و یه سکانس پایانی موزیکال هم برای خبر تو خبر دست و پا کرده. من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیا چراغم باشی، هر جا که باشم هر جا که باشی تو با من باشی، تا زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه از تو جداشم، اگه تاریکم اگه روشنم، اگه پاکیزم اگه با هم